میدان نقش جهان همچنین معروف به میدان تاریخی شاه و پس از انقلاب 1357 با نام رسمی میدان امام، میدان مرکزی شهر اصفهان است که در قلب مجموعه تاریخی نقش جهان قرار دارد. بناهای تاریخی موجود در 4 طرف میدان نقش جهان شامل عالیقاپو، مسجد شاه، مسجد شیخ لطف‌الله و سردر قیصریه که ورودی اصلی بازارچه اصفهان است. علاوه بر این بناها 200 حجره 2 طبقه پیرامون میدان واقع شده که همچنین جایگاه عرضه صنایع دستی اصفهان می باشد. میدان نقش جهان در تاریخ 8 بهمن 1313 به شماره 102 در فهرست آثار ملی ایران ثبت شد و در اردیبهشت 1358 به شماره 115 جزو نخستین آثار ایرانی بود که به عنوان میراث جهانی یونسکو به جهانی رسید. این میدان پس از ساخت میدان شاه نام گرفت. این میدان در زمان ثبت با همین نام در فهرست میراث جهانی ثبت شد و در حال حاضر در این فهرست با نام میدان امام ثبت شده است. تا پیش از دوره صفوی باغی به نام نقش جهان وجود داشت. در زمان شاه عباس دوم به دلیل شلوغ شدن بیش از حد بازار اطراف و فروشندگان تصمیم بر آن شد که علاوه بر میدان عتیق یا میدان کهنه و میدان شاه میدان دیگری ساخته شود. این میدان که محل بسیار نزدیک به میدان شاه و پشت مسجد شیخ لطف‌الله بود میدان نو نام گرفت. از آنجایی که عمارت قدیمی در باغ نقش جهان همزمان با ساخت این میدان تخریب و مصالح آن در آنجا استفاده شد، میدان نو را میدان نقش جهان نیز نامیدند. در گذر زمان هر دو میدان کهنه و نو تخریب و ناپدید شدند، ولی میدان شاه پابرجا ماند. در سالهای اخیر میدان کهنه بازسازی شده است، اما میدان نو که زیبایی و جذابیت آن دو میدان را نداشت به دست فراموشی سپرده شد و تنها نام مستعار آن نقش جهان تبدیل به نام دیگر میدان شاه یا میدان امام خمینی شد. بسیاری از جهانگردانی که در زمانهای گذشته به توصیف شهر اصفهان پرداختند از شکوه و عظمت میدان نقش جهان سخن بسیار گفتند و از بازدیدهای سفیران و نمایندگان خارجی و اتباع کشورهای دیگر در این میدان خاطراتی را شرح دادند. بسیاری از مذاکرات تاریخی بین دولتمردان ایرانی و فرستادگان خارجی در میدان نقش جهان انجام میشد. میدان نقش جهان میدانی مستطیل شکل درازای 560 متر و پهنای 160 متر دارد. پیرامون میدان 200 حجره 2 طبقه قرار دارد. افزون بر آن 4 بنای عالیقاپو، مسجد شاه، شیخ لطف‌الله و سردر قیصریه در 4 ضلع این مستطیل قرار دارد. پیش از آن که شهر اصفهان به پایتختی ایران صفوی برگزیده شود، در محل این میدان باغی گسترده وجود داشت به نام نقش جهان. این باغ همچنین محل استقرار ساختمان‌های دولتی و کاخ فرمانروایان تیموری در آن زمان بخش میدان باغ در کوشک نام داشت. این بخش در ضلع غربی میدان نقش جهان امروزی و در محل ساخت کاخ عالیقاپو قرار داشت. در دوران سلجوقیان دست کم بخشی از باغ نقش جهان به نام میدان کوشک بوده است. دستگیری برکیارق از سوی برادرش محمود در این میدان رخ داد. همچنین میدان کوشک جایگاه اعدام محکومان به اعدام و برگزاری برخی از آیینات رسمی همچون جشن نوروز. در دوران قاجار این میدانی مانند بناهای تاریخی اصفهان مورد بی‌توجهی قرار گرفت. بخش‌هایی از میدان در طول دوران آشوفتگی ایران از حمله اشرف افغان تا استقرار حکومت قاجاریه تخریب شد. بخش‌هایی نیز از جمله عمارت نقارخانه در دوره قاجار از بین رفت. از زمان حکومت رضاشاه تا امروز کار مرمت و بازسازی این ابنیه به طور مداوم انجام شده. مسجد شاه مهمترین مسجدی است که از دوران صفویان در ایران بر جای مانده است. کار ساخت این مسجد در سال 1200 هجری قمری آغاز شد و تزیینات نهایی آن در زمان شاه سلیمان به سال 1047 هجری قمری پایان رسیده است. معمار این مسجد استاد علی اکبر اصفهانی و کتیبه سردر آن به خط علیرضا عباسی است. علاوه بر آن کتیبه‌های دیگری به نام عبدالباقی تبریزی و محمد رضا امامی
در جای جای مسجد وجود دارد. ارتفاع این گنبد 53 متر، ارتفاع مناره اصلی 48 متر و ارتفاع مناره ورودی 42 متر است. از ویژگی‌های این مسجد کاشیکاری بسیار زیبا و هنرمندانه، رابطه معماری و بستری مسجد و مناره‌های چهارگانه آن با میدان، نابرابری محور میدان با قبله، تصحیح آن در دهلیزهای ورودی و بازتاب صدا در زیر گنبد مسجد است. این مسجد در گذشته با نام‌های مسجد مهدی، مسجد جامع، مسجد سلطانی، مسجد شاهی، جامع کبیر عباسی و مسجد شاه معروف بوده و امروز مسجد امام نامیده می شود. سردر قیصریه بنایی است در ورودی اصلی بازار اصفهان. این بنا در گذشته نه چندان دور دارای 3 طبقه و اکنون دارای 2 طبقه می باشد. طبقه سوم آن تخریب شده و نقارخانه را تشکیل می داده است. در آن با صدای موسیقی اوقات روز را اعلام می کردند. این سردر به بازار بزرگ اصفهان باز می شد و در گذشته راه اصلی بازار اصفهان بوده است. سردر این قیصریه شامل 4 در فرعی، 1 حوض و 1 باغچه بوده است. عالیقاپو در ضلع غربی میدان در 6 طبقه به زیربنای حدود 1800 متر مربع احداث شده است. ارتفاع نهایی این کاخ از سطح میدان 34 متر بوده و در طبقه تزئینات هنری خاص خود قرار دارد. از خصوصیات بارز این بنا وجود خاصیت واکنش صوت و صدا در محل ورودی تالار، پذیرایی بسیار زیبا، تالار اصلی موسیقی و 53 اتاق به منظور استفاده جهت اتاق نشیمن، اتاق جلسه، دولتخانه و محل استقرار سفرا و مهمانان است. همچنین در پشت ساختمان عالیقاپو پلکان مارپیچی وجود دارد که در گذشته برای اذان گفتن از آن بالا می‌رفتند. سازی بنا بر پایه دیوار باربر و تیرها و ستونهای چوبی استوار است. اکنون بسیاری از معماران در حال مرمت سقف رنگی آن هستند. شاه عباس به منظور قداست بخشیدن به کاخ عالیقاپو دری از درهای رواق مرقد علی را که با دری نو جایگزین شده بود برای مدخل ورودی استفاده نمود. بسیار سپاسگزارم که تا آخر این ویدیو با من همراه بودید. باعث خوشحالی و مباهات بنده است که افتخار زدین و این ویدیو رو تا انتها دیدید.